حالت بد رویادوست در شفاخانه آلمان و مزرعه‌خواهی رویادوست از علاقمندانش. اما چرا رویادوست در شفاخانه بستری شده است و دلیل دوری وی از صفحات مجازی و هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. رویادوست هنرمند خوش صدا، هنرمند با استعداد و یکی از دخترانی بود 7 هنر در وجودش نهفته بود. وی نه تنها هنرمند بود، رسام خوب، مجسمه ساز خوب، گرداننده برنامه‌های اجتماعی در افغانستان و آرایشگر خوب هم بود. رویادوست شهرت هنری خود را بعد از آن که آریانا سعید کنسرت بزرگ را در تلویزیون طلوع برگزار کرد به دست آورد. رویادوست برای سالهای متمادی مجری برنامه‌های مختلف در افغانستان بود. وی بعد از آن که دید بازار هنرمندی در افغانستان داغ است، وی هم چندین آهنگ سرود که مورد حمایت و تشویق فراوان علاقمندانش قرار گرفت. رویادوست در کشور آلمان زندگی می کند. وی ازدواج کرده بود ولی ازدواجش ناموفق بوده است و شوهرش جدا شده است. چند روز قبل تصاویری از رویادوست در صفحات مجازی نشر شده است که وی در حالت بد در شفاخانه بستری است و تاکنون دلیل بستری شدن وی معلوم نیست. اما وی از تمامی علاقمندان و طرفدارانش معذرت‌خواهی کرده است و بخشش خواسته است. من آرزو دارم رویادوست دارای صحت کامل باشد. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان رویادوست به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.